سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم هفتم فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مفصومه مومنی به جای دلربا منصوری معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. برکناری رهبران اگنتی ضد کروپسیا در پی در بین 20 کشور فضازده دنیا جای گرفتن تاجیکستان. سال 2023 در تاجیکستان 181 نفر غرق شده، 51 نفر در آفتهای طبیعی جان دادند. نجات 68 مهاجر تاجیک از برف و باران در شمال قزاقستان. ایساربان اویستران هلاکت 3 جوان در یک صدمه پرقربانی در راه یاوان. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هفتم فوریه سال 2024 با امضای چند امر و فرمان خود و قرارهای حکومت در مقامات رهبری اگنتی مبارزه با کروپسیا، سردار حفظ سر دولتی و اگنتی خدمتی دولتی یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمانهای پرزیدنت سفرزاده سهراب و احمدزاده مظفر و سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه های معاون یکم و معاون دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شد. رسولی برات معاون یکم و کاملزاده فیروز معاون دیرکتور این نهاد مبارزه با فساد تعیین کرده شدند. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن سهراب سفرزاده و مظفر احمدزاده چیزی گفته نشده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر داد که روز هفتم فوریه در موافقه با امامعلی رحمان همچنین سرداران ریاست اگنتی ضد کروپسیا در ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه، ولایت‌های سغد و ختلان، منطقه کولاب، ولایت ختلان، سرداران بعضی از ریاست‌های دستگاه‌های مرکزی اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا از حساب کادرهای کردان و ورزیده و جوان و آینده‌دار تعیین گردیدند. این تغییرات کادری در مقام‌های رهبری اگنتی ضد کروپسیا در حال صورت گرفت که اخیراً تاجیکستان در رده‌بندی سالانه سازمان شفافیت بین المللی از لحاظ سطح کروپسیا یک باره 12 زینه پایین رفته در بین 180 کشور در مقام خیلی پست 162 یعنی در میان 20 کشور اعظم فسادزده دنیا جای داده شد. اگنتی مبارزه با کروپسیا که هنوز سال 2007 تأسیس یافته است در پی چنین پس شدن موقع تاجیکستان به دلیل فعالیت بی اثر و بی ثمرش به باد شدید انتقاد کشیده شد. روز هفتم فوریه با امرهای پرزیدنت احمدزاده دلنوزه با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده. به جای او به این مقام قربانزاده هلالبی تعیین گردید. هلالبی قربانزاده در پایان ماه ژانویه سال جاری از مقام رئیس کمیته زنان و عائله حکومت تاجیکستان برکنار گردیده بود. همچنین با قرارهای حکومت از هفتم فوریه سال 2024 سفرزاده محمد بقا با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون سردار حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده. شریفزاده فیروز معاون یکم و احمدزاده دلنوزه معاون سردار حفظ سر دولتی تعیین کرده شد. گفتنی است که دلنوزه احمدزاده بلافاصله بعد برکناریش از مقام معاون دیرکتور اگنتی خدمت دولتی به منصب نو تعیین شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر داد که روز هفتم فوریه پرزیدنت امامعلی رحمان کادرهایی که به وظیفه‌های رهبری در اگنتی مبارزه با کروپسیا، اگنتی خدمت دولتی و سردار حفظ سر دولتی تعیین کرد به حضور پذیرفته. ضمن صحبت توجه حاضرین را به کمبودی و نارسایی‌هایی که در کار این و دیگر مقامات دولتی به نظر میرسند جلب نموده برای برطرف نمودن آنها مبارزه بی امان بر ضد همه گونه جنایتکاری، نظارت خرج با ثمر مبلغ‌های بودجتی و تطبیق هدفمندانه لایحه‌های سرمایه‌گذاری و باعث بلند مسئولیت شناسی و وطن دوستی، پیش بردن فعالیت خدمتی دستور هدایت‌ها داد. امامعلی رحمان همچنین برای این کادرهای نفتعیین دانستن نکم 2 زبان خارجی را مهم نامیده است. روز هفتم فوریه سال 2024 در اجلاسیه پنجم مجلس نمایندگان تاجیکستان مسئله انتخاب معاون نوی رئیس پلات پایانی پارلمان جمهوری بررسی شده است. مرکز مطبوعات مجلس نمایندگان خبر داد که به این مقام وکیلان معینی مفصومه موین زاده را انتخاب کردند. مفصومه موینی در پی این
از هیئت کمیته مجلس نمایندگان اید به ترتیبات حقوق، مدافع و امنیت برآورده شد. کرسی معاون رئیس مجلس نمایندگان از روز 29 ژانویه سال 2024 در پی به جای مطلوب خان ستاریان معاون سروزیر انتخاب شدن دلربا منصوری خولی شده بود. روز 29 ژانویه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مطلوب خان ستاری را به جای زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تعیین کرده. به جای ستاریان به مقام معاون سروزیر اید به مسائل فرهنگ، زن و عائله دلربا منصوری را از پارلمان آورد. وکیل مجلس نمایندگان روز 7 فوریه در اجراسیه پنجم این پالات پارلمان همچنین فرمانهای پرزیدنت از سانه 16 ژانویه سال 2024 درباره تعیین فردوس طالبزاده به مقام رئیس بانک ملی، تعیین فیروز شریفزاده به مقام معاون اول رئیس این نهاد، تعیین سراج الدین اکرامی به مقام معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان تصدیق کردند. مفصومه مومنی روز 16 ایول سال 2023 به نمایندگی از حزب حاکم خلقی و دموکراتی تاجیکستان در انتخابات میانه دوره وکیل مجلس نمایندگان در حوزه 13 شهر خوجند غالب آمده وکیل پارلمان شده بود و تا امروز در کمیته ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت فعالیت داشت. از 63 کرسی مجلس نمایندگان بیش از 50 کرسیش در دست نمایندگان حزب حاکم و چند کرسی باقی موندهش در دست وکیلان از چند حزب دیگر نیز طرفدار حکومت قرار داشته. یگان حزب مخالف در پارلمان تاجیکستان نماینده ندارد. مخالفین مقامات را به آن ادعا میکنند که بجز از نامزدهای حزب حاکم و حزب‌های طرفدار حکومت که اساساً به خاطر دموکراتی جلوه دادن انتخابات تنها برای نمود ثبت نام میشوند، نامزدهای دیگر را به معرکه‌های انتخاباتی راه نمیدهند. مفصومه مومنی از کادرهای جوان و آینده‌دار حکومت کنونی به شمار رفته، با وجود سن جوانش لکه تجربه کار در چندین منصب بلند را دارد. بنا به امور رسمی که روز 7 فوریه سال 2024 در نشست خبری رهبران کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان صدا داد، طی سال 2023 در آبهای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. همچنین در یک سال آخر در تاجیکستان 51 نفر بر اثر آفت‌های طبیعی جان خود را از دست دادند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده سال گذشته هنگام آبوزی در دریا و کوههای تاجیکستان 181 نفر غرق شدند که این نظر به 160 غرق شده سال 2022 بیشتر است. از 181 نفری که سال 2023 غرق شدند 56 نفر در ولایت سوخت، 56 نفر در ولایت ختلان، 20 نفر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان، 14 نفر در شهر دوشنبه و 35 نفر در ناحیه‌های تابع جمهوری هلاک شدند. 35 نفر از غرق شدگان کودکان سنشان تا 10 ساله، 40 نفرش نورسان از 11 تا 61 ساله، 67 نفر از 17 تا 35 ساله و 39 نفر دیگر بالغ از سن 35 بودند. در میان غرق شدگان 36 نفرشان زنان و دختران و 145 نفرشان پسران و مردم بودند. در نشست کمیته همچنین خبر دادند که در دوام سال 2023 در تاجیکستان 550 حادثه و حالتهای فوق‌العاده طبیعی ثبت شده است که این نظر به 697 آفت طبیعی سال 2022 خوشبختانه خیلی کمتر است. سال گذشته در جمهوری از جمله 335 حالت لغزش ترمه، 79 سیل، 47 زمین لرزه، 26 حالت ریزش سنگ در راه‌ها، 22 یرچ، 17 حادثه بلند شدن سطح آب دریا و کانال‌ها، 10 مورد شمال سخت و 12 مورد باران‌های شدید ثبت شده است. 48 حادثه به اقتصاد جمهوری و به اهالی ضرر رسانیده. در 12 آفت طبیعی 51 نفر به هلاکت رسیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شب ششم به 7 فوریه سال 2024 یک اتوبوس با 68 مسافر از جمله 14 زن و 4 کودک همه شهروندان تاجیکستان در راه سفر از تاجیکستان به روسیه به علت برف و باران در نیم راه در نزدیکی دیهه اوقجر در ولایت اوقتپه در شمال قزاقستان در ماندند. با چه نقصان فنی دچار شدن اتوبوس را که راننده شهروند قزاقستان بود هنوز دقیق نکردند، ولی آن کاملا از حرکت باز مانده بود. با کمک مسافران در را در مانده کارمندان پلیس ولایت اوقتپه و حاکم جماعت اوقجر رسیده مسافران را از بین راه به یک مکان گرم انتقال دادند.
اربولات سرقولوف سردار دفتر مطبوعات دپارتامنت پلیس ولایت اقتیپه گفت اتوبوس با مسافرانش در شورای سمر شمکن درمانده را شب ششم به 7 فوریه کارمندان روتای پلیس پیروگردی ولایت اقتیپه هنگام نوبتداری پیدا کردند. معلوم شد که اتوبوسی که مسافران را از تاجیکستان به روسیه می برد به سبب نقصان فنی در نزدیکی دهه اوغجر نویه خرامتو از راه مانده است. سرخولوف همچنین گفت که کارمندان پلیس همراه رئیس جماعت اوغجر بیش از 2 ساعت را صرف کرده 68 مسافر را از اتوبوس با نیروی خود به یک کمپینگ واقع در مسافه 3 کیلومتر از جای حادثه انتقال دادند. در آنجا مسافران تاجیک را با جای گرم و خوراک گرم تامین کردند. خوشبختانه کسی از مهاجران تاجیک به یاری طبی نیاز نداشت. مقامات قزاقستان در هفته‌های آخر الکی درباره چندین مورد در سردی در نیم راه در ماندن مهاجران کره آسیای مرکزی در راه سفر به روسیه و یا بازگشت از آن کشور خبر میدهند. به سبب گران بودن نرخ چپتای هواپیما هزاران نفر از مهاجران مجبورند که با نقلیات زمینی به مهاجرت بروند و سپس با امین رو به وطن برگردند. سفر با اتوبوس برای آنها البته ارزانتر ولی خطر زیادی را مثل ویران شدن اتوبوس ها با هر بهانه از آنها پول کندن مقامات محلی در طول راه طولانیشان با خود به همراه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در یک صدمه پرقربانی در نویه یووان 3 جوان سنشان 29 ساله به هلاکت رسیده، 2 جوان دیگر جراحت برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 5 فوریه سال 2024 تخمین ساعت 16:20 راننده افت تمغه اوپل استرا تقای مرادوف غالب جان سال تولدش 1995 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت از سمت نویه رودکی به سمت نویه یووان از حوزه دوره وسطای نقلیات نبر آمده به دیوار حمایوی کنار رو برخورده است. در نتیجه مسافران داخل افتماشین تشایف شیرخان سال تولدش 1995، جوریف محمد رجب سال تولدش 1995، تقای بیکوف نورالی سال تولدش 1995، تشایف عبدالکریم سال تولدش 2004 و خود راننده تقای مرادوف ساکنان نویه رودکی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته متاسفانه هنگام به بیمارخانه انتقال دادند. مسافران تشایف و چوریف و راننده تقای مرادوف به هلاکت رسیدند. تفصیلات دیگر صدمه پرقربانی در راه یووان نشر نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت قلابی به مبلغ خیلی بزرگ خبر داد. بنا به این خبر نشر شده در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 44 ساله ساکن نویه رودکی با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شده است. گمان بر شونده 26 ایول سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او $100,000 آمریکایی را به مهلت 1 ماه گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. گفته می شود در خبر وزارت کارهای داخلی تفصیلات دیگر این قضیه نشر نشده است. خود جانب‌های ضد دخل جبر دیده و نفر متهم به قلابی برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند. وزارت کارهای داخلی تنها اضافه کرده است که از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. قلابی بعد دزدی دومین نوع از همه رایج جنایت در تاجیکستان به شمار می رود. هر سال در جمهوری بیش از 3000 حالت قلابی ثبت کرده می شود و عملا قریب هر جنایت هفتم در تاجیکستان صادر شده این قلابی می باشد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.